مثلا خوابینی یکی از فعالیت‌های روان انسانه، کار پسیخیک انسانه و تا همین دوره گویم که اصل بیسته خوابینی را به شکل تجربوی و که نقطه نظر اینکه فهمشات دینی شرح می‌دهد. حتی که دوره کهن اومدگی این قدرتی هم خوابینی رو مثلا از چی گفت؟ که حالت روانی و حالت شکم آدم و یعنی که سری هم مثلا میگفت که اگر شکم سری باشد خواب‌های خیلی دیگر می‌بیند. مثلا آدم عصبانی باشد عصبانیتی خواب‌های خیلی می‌بیند. بعضی میگفتن که این همون کهن خوابینی این گردش روح پرواز میکنه میرود هر طرف و میدونم که دین اسلام میگن که هر شب روح انسان پیش خداوند حسابات سپاری میرود که چی شد گفتن یک فرمایشاتی که مثلا یک خوابینی یک گردشی روحی است. نقطه نظری بود که خبرهای بد میتونن چکو کنن، خبرهای بد هم میتونن سبب خوابینی شوند بلاوتر دیگری هست. گفتن که سبب خوابینی هم میتواند خوابای رحمانی یعنی فرشته ها خبر میارن از جمله پرور گفتن نقطه های نظر بودن. خیلی ما میدونیم که سیری یعنی حکمت تعبیر خوب خداوند در پیغمبر یوسف درود بر او داد. ما دیدیم که چقدر مثلا هم روایت های نقل قرآنی و هم کینو شدیم برازی که چقدر فرعون خوابش گفت و چقدر دقیق عمیق میگفت. این برمی‌بیاید که خوابینی این علمی مشخص، علمی کانکریتیه که مثلا حکمت شد بر حضرت یوسف در عصر 19 آخر عصر 19 و اوایل عصر 20 همین زیگموند فروید اساسگذار تحلیل روانی سخنرانی نقطه نظر علمی گفت. نقطه نظر علمی گفت که یعنی گفت که آن چیزی که در ضمیر پس از ذهن انسان است از ما میگیم که قلب نقطه‌است که شما در قلب میشینه بسیار همون یک معامله با هوش ما دارد که با واسطه خواب پیشنهادش میکنه و گفت که اساس قلب انسان این آن است که طلبات های نفسانی دارد. حتی که گفتن که پانسکسیزم هم گفتن طلبات های نفسانی دارد. یعنی که اون نارضایتی که در نفس هسته همون به شکل خواب و هوش ما در وقت خواب میآید. این یکم نقطه نظر علمی بود اساسنا کرد بعضی سوی علمی گفت خیلی بعضی اثبات ها و آیا چنین است فقط طلبات نفسی است؟ نه در برابر این مونده که طلبات های معنوی آدم هم سبب می شوند که معنوی طلبات های روحیش طلبات های حکمتیش که انسان خواب و واسطه مثلا خواب خبر کرده می شوند. این که معناش میگن که خواب های رحمانی یعنی که اون طلبات های معنویه که در ما هستن و با خودی پیامبر خدا محمد گرامی میگه که من از دنیا میروم ولی مباشرت میمونه یعنی که دیگر مثلا وحی نمیبیاید آیت نمیبیاید لیکن مباشرت بین شما و خدای شما میمونه. گفت چیست این مباشرت؟ یعنی خبری خوش این گفت دیدن خوابهای صالح خوابهای تازه خوابهای یعنی دیدن خواب هم چی بود است؟ این یک مباشرت نیست. اگر امروز چی فهمش است؟ امروز چی میگه؟ ما میدونیم که آدم شب خواب میرود دو نمود خواب دارد. دو نمود خواب یکی خواب دراز 90 دقیقه دوام میکنه آدم نمیجنگه و خواب کوتاه 15 دقیقه دوام میکنه در این حالت آدم میجنبه. شما دیدی آدم صدا میکنه که حوزه های چشمش این طرف و طرف میروند یا پهلو میگردن هم 15 منوت در همین دوره آدم خواب میبینه. لیکن بعضی حالات میگه که من خواب دیدم فراموش شد. خوابهای اول شب
در یاد نمیمونه. انا رو تصور کنید وقتی که ما و شما میفهمیم که خواب کوتاه بوده، بعضی حالت هست که خواب چنان دراز میشه و خواب کوتاه که خوابی درازه تنگ میاره، آدم تا روز خواب میبینه. یا هست که خوابی درازه خواب کوتاه وجود نداره، آدم یگان نمود خواب نمیبینه. هر دش خواب بسیار دیدنم، خواب که تماما خوابم ندیدن، این حالتی گوییم که عصبش ناآرام است، طاقت گسترده شد. اونا که تصور کنید ما چی دید داریم؟ مثلا زیگموند فروید اگر گفت این از نفس است، ما تلابوت‌های نفسی انسان سبب خواب‌ها میشوند. ما امروز 7 نظریه داریم. البته تلابوت‌های نفسانی آدم هم هستند. مثلا زیگموند فروید مثال میبره که کودک رفت خطی پدر و مادرش پارک، در پارک همه چیزا اتراکسیون و حیوانات را دید و تماشا کرد و با گفت که منم یک یخماز بخریم. پدر و مادرش پولش تمام شدن، نتونستنش خریدن. خانه رفتن، کودک گریه کرد. برای آنکه کودک آرام شود، معاینه او خوابی خیلی یخماز خورده است میسازد. یعنی خواب بینی ما و شما بسیار وقت جبرانی آن کارهایی است که ما کردن نتونستیم. از دست ما نمیگیره. ما با واسطه خواب میبینیم و همین قطعی معاینه چی میشده است؟ معاینه آرام میشده است. با تلابوت‌های تازه نفسی هست. خواب‌های شهوانی که مثلا بعضی ها میبینیم. ما داریم خواب‌بینی‌های احساسی. ما یکون کسی دوست داریم خوابش میبینیم. این تلابوت احساسی ما هست. ما یکون کسی بدن بینیم چی؟ خوابش میبینیم. اگر ما از چیزی بترسیم هم چی؟ خواب‌های ترسناک میبینیم. خواب‌های ترسناک نشان داده که در وجود انسان هست، همون ترس خواطری همون چیز. ما داریم خواب‌های چی؟ خواب‌های عقلی. ما میدونیم که مندلیف در سیستم دوری خود که ساخت، میدونید فیلم رحمتان خواندگی، در همون سیستم دوری را در خوابش دید که چقدر همینه چیکار کنه بسازید، چقدر جابجاش بذارید. یعنی که آدم اگر عقلی باشه و عقلش بسیارتر کار کنه، خوابای عقلی میبینه. مسئله های ما و شما بسیار وقت در خواب حل میشن. برای آدمای بزرگ داریم در پیششون یک دفترچه دارن، وقتی خواب میرن یک تا روچکه دارن، هر زمان خواب دیدن تیز خیستن میخیزن چیکار میکنن؟ مثلا بسیار شاعرها در خوابشون میامد شد، بسیار ایجادیات هایی که مردم و عالمای بزرگ میکردن در خواب میامد همین چیزها. بعد باید چیکار میکردن؟ در پروژه و لایحه میکردن و بعد باید عملی میکردن. ما داریم خوابهای چی فرهنگی. ما میتوانیم که خیالمون یکان خوابمون بسازد که اینا خوابای روز زندگی که مقدر دقت نمید. ما میتونیم حسمون یکان خیال بکنیم. ما میتونیم که مثلا فراستمون، باوریمون، مثلا امیدمون، اینا میتونن که ما را چکار کنیم؟ خواب بسازند. و کلتور ما و شما داریم. ما و شما هیچ وقت خوابی نمیبینیم که مثلا میزی اروپایی باشد ما در آن باشیم. ما البته هم دسترخوان تاجیکانه خوب نخوابیم. خواب ها میشن اجتماعی، یعنی وقتی ما مناسبت با آدما داریم، همون مناسبت معاینه سر پیشنهاد میکنه. جای کارمونه، پیشروی کارمونه، بسیار بسیار خوب دیدم. خواب های میشه طبیعی. ما که آفتاب داریم در درونمون، ما یک نفس داریم در درونمون، یک ذره آفتابی هم مشخوب، یک خطره آب دنیا را ما در بدنمون داریم. همینا میشن که در نتیجه هم با طبیعت دورگیری فی مناسبت میتونن که ما خوب میکنن و خواب ها میشن چی؟ معنوی. ما میتونیم بی‌واسطه از خواب های رحمانی بینیم، خبر گیریم. اکنون در دکتری چی میشه؟ پیش از اون که یگان آدم یگان کار کند نیت کردگی هست، معاینش چند بار با خواب خبرش میکنه. حتی آدم دزده، یعنی که دزدی میکند، پیش از همون دزدیش برار میشود یا که دستگیر میکنن، خواب میبینن. لیکن بسیاری دقت نمیکنن در خواب. و
پیش از اون که آدم کسل شود 3 ماه پیش آدم خوب میکنه که جش کسل میشه. حتی بعضی واقعه و حادثه های با آدم میشه پیشکی معنی سر هیچ نکنه. چرا؟ معنی ما خودمون از در کوانت ذره‌های خورد نهایت خورد. همین دنیا ای کوانت ساخته شده است. یک حادثه بشود جمع کوانت ها مولکول ها و اتم ها همه حادثه را میسازند. برای همین در حادثه خورد در یک چیزی خورد حادثه کلان هست. بار دیگر تکرار میکنم. یک کیرپیچی که همین خانه را میسازند یک خشت تا آمدنش همون خشت میدونه که همین نگروز که میشود همین ساختمان میشود. همون ذره میوه که ساختمان میشود مثلا تنه آدم ساختمان میشه همون ذره چه میدونه که جسمی از چیزی کلانه. اینا میگن در چی دیدوکسیا و ایندوکسیا در مثلا پرسش ملیسه ها و همین فتیش ها بسیار استفاده برده میشه. اکنون تصور کنید برای همین شما وقتی خوابتون ما در گرم میزنید ما میتونیم امکان پیدا کنیم گرم زنید که شما چه کسل شدن تا ممکنه و چه خیل کنیم و پیشگیری کنیم. چه حادثه بینید تاجیک ها ما اینه بر وقت میدونستن. مثلا یکان خواب میدینن یا با آب میگفتن یا صدقه را دی بالا گفتن یکان ما چی میکردن مثلا خیرات میکردن یا یکان کسا مثلا بیچاره بکسه یکان کسا مثلا خیر میکردن که همون صدقه چی شود رد بالا شود یعنی دعای همون کس سبب شود و مینداری همون کس مثلا همچی سگردن. در مسئله خوب فرهنگ تاجیکی ما نهایت باریه میدونه چکور کنه. فقط شما دقتیت خوب خودتون رو در گپ زنید. آنچه که شما سوال دارید سین سال شما در اون است که شما مناسبت های احساسی داره مناسبت های دیلی داره در زندگی. بسیار وقت خوابهاتون هم چی میشن؟ خوابهای احساسی میشن. انا شما در دیگر سم بذارید این کره معنی چپتون کار بده را یا که فکر کنید بیشتر و خوبتر مثلا یک کسب بگیرید یک سمت بروید در همون سمت عالی میشه. خوابهاتون هم چی میشن؟ خوابهاتون هم ایوان میشن. این روز البته در اینترنت در بسیار چیزا گپ بزرگ هست سامنیکا هست تعبیر خواب گوناگون است. البته هر کس به شکل خود میتونه روی شرح بزنه. یکی این روز بدونه که تکه اساسی ما در علم است. یعنی که علم چی میگه؟ مخصوص دکترایی هستن که سمنالوگ نام دارن. یا در تاجستان عالی نیستن امیدوارم در آینده میشن. سمنالوگ به همین خواب و خواببینی آدم سر و کار دارد. ای روی خواب و خواببینیش معین میکنه که همین آدم چی کسان میشه صحت شویش هست یا که نیست. این بعضی شما در همین سکوتای ما همین سیانسای ما روز خواب دیدن که خیلی خبرش کرد خبری خشش داد این صحتی نه مثلا میبیارن و همه کار و عملی را میکنه که مثلا نور میگذارد یکم کار دیگه میشه یکم خبری خوش شما را میبیارن همه وقت انتظار خبری خوش شوید. هر شب شما خواب میده شما بعضی کارا را کنید که همون خواب و همون سوالاتون جواب بیاره. شما اگر خواب زکس کنید میتونید که همون خواب بیاره. این وابسته است از اون که شما چقدر میخواهید. سلام باشید.